آقا از گلی که داشتیم اسکول میساختیم یکم اضافه آمد. به نظر شما چیکار کنیم؟ دو تا رفیق اسکول بسازیم تیاره که دجله بقیه خدی هم نگاه خوب بشه، ولی وقتی یک کار رفتن همه تیک پره کنن. بزرگترین تفریحشون باشه چی؟ مسخره کردن بقیه. بعد اینا بتونن همدیگه رو تحمل کنن ولی نتونن خدی یکی دیگه رفیق باشن. درو همدیگه هم که 1300 تومن بیشتر دموی حسابش نباشه، بعد چی؟ بیان حرف از مهاجرت به کانادا و آمریکا بزنن. بربنده شربنده از دموی تلویزیون ببینیم چی نم چیزیه. خواه اضافه کنید 1000 بار غیر آشتی در روز. بعد بنویس آشتیاشم که چنون نباشه که چیز باشه، مثلا ای به زنگ مزنه بیا بریم بده تمام رو به آشتی کنه. بعد یک نکته مثبت این برش بنویس، مثلا خانواده ای به او اعتماد داره، خانواده او به ای اعتماد داره، ولی خوش شد دوتا آمدنه دلیل بدبختیشو همین رفیقه. بزن یکی در رابطه یکی سینگل بگوره، یکی قشنگیه یکی جیشت خنوکیه، یکی بلنده یکی کوتاهه. از صرف چشم که فساد مبره، هیچ کس نباید ایر ببینه. یکی شارم از این چوسیاکو که هر چند مدت یک باری مرد میو خودش نیزنگ مزنی پیامته. از بچگیم که خودی همدیگه رفیقن ولی شماره همدیگه از حفظ نیه. مگم فعلا بس لگه تو همیشه بقیهش بعدن دستکاری منه. ولی عجب اسکولای تیا کردی مگه نه؟ بفرستینشا به زمین.